مخازن تزیینی خیلی خوشگل، قیمتاش هم حالا خیلی ارزون نیست ولی مناسبه. 350 لیر تقریبا میشه 8 یورو. این کوچیک ها مثلا یواش یواش داریم به مسجد اولی نزدیک میشیم. این جایی که میخوام بریم، اینجا یه دونه قصر قدیمیه. دو تا چیز بچه‌ها توی استانبول متوجه شدم. یکی این که تقریبا همه سیگاری هستند، یعنی واقعا تعداد سیگاری استانبول خیلی زیاده بچه‌ها. به طرز عجیبی سیگار میکشن اینجا. حالا آلمان هم خیلی تعداد سیگاری بالاست ولی بهتر از اینجاست. اینجا واقعا یعنی از جوون و پیرمرد و پیرزن و دختر و پسر اصلا نداره، همه میزنن. بعد رستوراناشون هم یه جوری ساخته شده که حتی اجازه داری توی رستوران معمولا بکشی. خیلی جالبه. و یه چیز دیگه هم که متوجه شدیم، رانندگی توی استانبول وحشتناکه بچه‌ها. اینجا یه قصر، خیلی دوست داشتم برم داخلش رو ببینیم وارد میتونیم بشیم یا نه. عظمتی داره بچه‌ها. عاشق چیزای قدیمی هم. قبلا چه شکلی بوده بچه‌ها اینجا؟ خفن. مثلا حسابشو بکنید مسجد به این بزرگی، به این عظمت اینجا، اونجا یه مسجد دیگه، اینجا یه قلعه. این نظم و این دقتی که توی ساخت این وسایل ساخته شده واقعا عجیب و حیرت انگیزه. چی مسخره است بچه‌ها. جینا نمیتونه وارد اینجا بشه چون که روستایی نداره. آخه چه ربطی داره؟ خدایی که خودش این موها رو ساخته بهت میگه اجازه نداری وارد مثلا مسجدم بشی اگر خدا مسجد رو ساخته باشه. خب دیگه نمیتونیم بریم داخل چون روستایی نداریم. میریم یه جا دیگه. خب بچه‌ها وارد مسجد که نتونستیم بشیم، هوس چیز کردیم، قناتاقفل چی بهش میگن به فارسی؟ انار لامصب. به نظر شما این چند به مدت؟ 180 لیر، یعنی حدود 5 یورو بچه‌ها. بارم نمیشه. ولی خب هوس کرده بودیم بزنیم. ما الان توی میدانی هستیم بین تمام. کوچولو رو ببینید. راستی بچه یه چیزم بهتون بگم از یه مسجد و روسری، خودشون روسری هم به اون میدادن فقط واسه 1.5 یورو. بحث فقط روسری نبود، واسه ورودیش نفری 1000 لیر باید میدادیم، یعنی کلا میشد 50 یورو واسه ورودی مسجد. و واسه اون خدایی اونقدر مهم نبود که بریم داخلش رو ببینیم که بخوام 50 یورو پولش رو بدیم، واسه همین دیگه نرفتیم. داریم دیگه از پارک خارج میشیم، بریم به طرف یه تاوریه که چیش میگم، برجیه که جینا واسه همون پیدا کرده، میخوام بریم اونجا. Ja. Daar steht Istanbul. Da steht Istanbul. 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 بچه شاید مسخره به نظر برسه واسهتون ولی من عاشق اینم که دست بزنم به چیزای قدیمی و باستانی. نمیدونم چرا ولی احساس میکنم یه قسمتی از گذشته میشم با این حرکتم یا یه قسمتی از تاریخ میشم با این حرکتم. اکثر شما فکر کنید چه اسکولیه این دیگه، ولی خب واقعا نمیدونم، خیلی دوست دارم دست میزنم. بچه‌ها باورتون نمیشه وسط شهر استانبول اینو پیدا کردن. خب عکساش هم اینجا هست. الان واسه توضیح میدم که فکر میکنن مال چه سالیه. اینو پیدا کردن بعد دارن میگن که احتمال زیاد مال یه شهر از یاد رفته است به نام بیزانسیون که 667 سال قبل از مسیح، میلاد مسیح وجود داشته و جزو شهرهای روم باستان و از این حرفا بوده.
برنامه اینه که بریم اینجا بچه‌ها، این تاور است یا همون برجه. برنامه اینه که از این پل اینجا رد بشیم، باید یه دور قمری اینجوری بزنیم و بریم. اذان هم شد. اینجا 5 بار در روز اذان میگن، یعنی آدم قشنگ روانی میشه، ولی باحاله. نه که سنی هستن و سنی‌ها 5 بار در روز نماز میخونن. یه همچین چیزی لازم داره بچه‌ها. Ultimate Guide استانبول. وای، میکل آنجلو با لئوناردو داوینچی قبلا با هم همکاری کردن، یه پل اینجا ساختن. باورم نمیشه. نگاه کن چی پیدا کردیم. دیکشنری خیلی کوچولو موچولو. خب بالاخره رسیدیم به بشیکتاش. پل بشیکتاش خیلی خوشگله. این پشت یه مسجد خیلی خفنه، ولی دیگه خیلی دوره. واسه امروز باید از این پل رد بشیم و بریم اون بر. ببین اون بر چقدر دارن، همه دارن ماهی میگیرن. وا این برم همینطور. خدایا من چقدر زیاد 5-6 رو با هم گرفته مگه میشه؟ واو همشون زندن بچه ها. باورم نمیشه این همه رو گرفته. خب ما باید اینجوری بریم بالا وسط این خیابونا. از خیابون رد شدن توی ترکیه هم دقیقاً مثل ایرانه، باید با استخاره بکنی، یه قرآن بذاری زیر بغل تو بری. خیابونای خیلی خوشگل و دنج. مامان من عاشق چیزای اینجوریه، مغازه اینجوری وسط این خیابون. چه خوشگله بچه‌ها اینجا. یکی از اولین مسجداییه که توی استانبول ساخته شده. مثل اینکه حاجی علی برگزاده گفته که اینو بسازن سال 1453 بچه‌ها. یه مغازه باحال پیدا کردیم. جورابای نایک داره 65 لیر، یعنی تقریبا زیر 2 یورو است. باورم نمیشه. بریم ببینیم چیه. رنگای خوشگلی هم داره. Wir können die auch schön mit Blumen, Flowers. گلگلی بگیریم. گلی گلی. شطرنج باحالیه. معلوم نیست کدوم وزیر کدوم شاه. اینا باحاله. اوه رسیدیم. اصلا حواسم نبود. صفش اونقدر بلند نیست. اینجا میرن داخل و کامل میتونیم بریم بالا، کلا استانبول از بالا بگیریم. وای صفش میگم بلند نیست، حواسم نبود که اون برم داره میره. اینا همش خودشه بچه‌ها. خب بچه‌ها یه دقیقه اومدیم یه توالت رفتیم، دقیقاً پشت سرمون همین تابلو است. خیلی دوست داریم بریم داخل ولی خیلی صفش بلنده، نمیدونم چیکار کنیم. هیچ جا رو نتونستیم امروز بریم. هر جا که رفتیم یا صفش خیلی بلند بود یا اصلا قیمت‌های فضایی که آدم زورش اومد پولو بده. مثلا همون مسجدی که می‌خواستیم بریم گفت 50 یورو باید بدی واسه ورودش. یه مسجد دیگه لام از سبا خونه خداست مثلا، چرا باید ما 50 یورو بدیم؟ تو کتمون نرفت که واقعا پولشو بدیم. اینجا حالا واسه پولش اصلا واسه مهم نیست، فقط صف حداقل فکر کنم نیم ساعت 20 دقیقه تو صف باید وایسیم، ولی مهم نیست. دوست داشتیم حداقل این تابلو رو ببینیم. بچه‌ها باورمون نمیشه رفتیم دم صف وایسادیم که بریم این وارد اینجا بشیم. حدس بزنید قیمتشو گفتن چند؟ نه خدا وکیلی حدس بزنید 3000 لیر واسه 2 نفرمون که یه دقیقه بریم این بالا نگاه کنیم برگردیم. میدونی یعنی چی؟ یعنی 60 یورو. 60 یورو واسه چی؟ نمیریم آقا جان. ولاگ کنسله. بریم یه غذا بزنیم. خب قبل از اینکه بریم یه چک کوچیک بزنیم واسه یادگاری از استانبول یه چیزی برداریم بزنیم به یخچالمون از این مگنتا. خیلی خوشگله.
اومدیم یه فیش تازه بزنیم، ماهی تازه. میگم اون ماهی هست که گرفتم. من زیاد ماهی دوست ندارم، گفتم اول یکیمون سفارش بده، اگر خوب بود منم باهاش سفارش میدم، اگر نبود که همونو میزنیم میریم. میدونی بعد از 10 کیلومتر پیاده روی چی حال میده؟ چای داغ. خدای من. خوب که ما بهشون گفتیم 2 تا، یکی فقط سفارش بدیم، 2 تا واسمون آوردن. Was sagst du? Schmeckt viel nach Fisch? مزه فیش زیاد نمیده. اوکی. پرسیدم که خیلی مزه فیش میده چون من حالم از فیش مزه زیاد فیش بهم میخوره. خوبیش اینه که اینا هم مثل خودمون زیاد از پیاز و سیر استفاده میکنن. خیلی مهمه بچه واسه موقع مخصوصا واسه گوشت ماهی. Ja, 1 bis 10 از 1 تا 10. 8 9 از 10. نگاه میکنیم. چای رو اول بزنم. نونش رو قشنگ گریل کردم. با اینکه ماهی خوشم نمیاد ولی خوشمزه است بچه‌ها. اوکی. Schmeckt nach Fisch. مزه ماهی میده. از 1 تا 10 7. با اینکه ماهی دوست ندارم. برو بریم. بعد از غذا اومدیم سری سوار شیف شدیم، یعنی همون شیف میگم کشتی. بیرون یکم سرده، بچه‌ها بریم داخل. خیش جای خوبم گیرمون اومد. جای خیلی باحال و نرمی داره بچه‌ها. خوشگلایی توی خونه. سلام. آقا ما رفتیم یه دوش گرفتیم، یکم استراحت کردیم و یه چند تا استوری گذاشتم توی اینستاگرام و از این حرفا. برای کسانی که توی یوتیوب منو دارن میبینن، اینستاگرام آلمانی و فارسی ما حتما یه فالو داشته باشید. خب منتظر اتوبوسیم. یه پسره عرب اینجا دیدم، ازش پرسیدم به انگلیسی، گفتم اینجا قیمتش چنده؟ حال نداریم، از بس پیاده روی کردیم امروز مردیم. 20000 تا استپ امروز برداشتیم. 20000 تا یعنی 15 16 کیلومتر فقط پیاده رفتیم امروز. دیگه خسته شدیم. گفت 27 لیر بده تا بشکتا برو، همون جایی که امروز می‌خوام بریم غذا بخوریم. منتظر اتوبوسیم. اتوبوس که اومد سوار بشیم. 27 لیر چیزی نیست، حتی 1 یورو هم نیست. خیلی باحاله. بریم. من نمیدونم این مردم چرا اینجوریان. ببین بچه‌ها اینجا تا اینجا میشه وایساد، چرا اینا میرن وسط خیابون وای میسن واسه اتوبوس؟ و من واقعا نمیدونم. به ترکیه خوش آمدید. پیاده شدیم، مثل همیشه گرونتر از اون چیزی بود که فکرشو میکردیم. به جای 27 تا 40 تا بامون حساب کرد نفری، یعنی 2 تا 40 تا 80 لیر. بازم خوبه، شد میشه تقریبا 2 یورو. واسه ما عالیه. اینجا اومدیم بشکتاش میدان بشکتا. بریم یه دنبال یه رستوران خوب بگردیم واسه غذا خوردن. همچنان در پی یک رستوران خوب هستیم. خیلی زیاده بچه‌ها اینجا رستوران و بار و از این حرفا. نمیدونم کدومش رو بریم. حالا بار که زویزو نیستیم، بیشتر طرف رستوران میخوایم بریم که گشنگی نمیریم. بالاخره یه رستوران پیدا کردیم، نشستیم داریم یه چای میزنیم تا غذای اصلیمون آماده بشه. قیمت‌ها یکم بالاتر از جای دیگه است ولی خدا کنم غذاش خوشمزه باشه. قیمت‌های اروپاییه تقریبا، ولی اینقدر نه مثل دیشب که واقعا روانی کننده بود قیمت. ولی به هر حال منتظریم که غذا بیاد. خب بچه غذامون رسید، این شکلیه. یه گریل میکس پلاته بشتری کردیم که یعنی سفارش دادیم. بزنیم ببینیم چجوریه. خب بچه غذا خوردیم چون گدا در شب عید. خوب سنگین بود غذاش ولی خب زیاد جالب نبود، خوشمزه نبود. 1550 لیر شد، 1600 تا بهش دادیم. به یورو تقریبا میشه فکر کنم 40 یورو، 45 یورو. خوب گرون بود واسه 2 نفر توی ترکیه. دیگه اینجا نمیایم. به این نتیجه رسیدیم آقا برو همون رستوران اولیه که دیروز رفتیم گرونه، یکم بیشتر پول بده ولی در عوضش
خوشمزه باشه. اگه گفتین بعد از غذای چرب و چیلی چی میچسبه بچه‌ها؟ دقیقاً یه باقلوا و 2 تا چایی خفن بزنیم بر بدن حال کنیم. های خوش آمدید. خب بچه‌ها نزدیک هتلمون یه جای باحال پیدا کردیم واسه شیرینی. عطرم میفروشه. جینا و من عاشق عطریم. عطر که ببینیم مثلا چیز میشیم، مست میشیم. شیرینی‌های خفن بچه‌ها. فروشنده هم سریع فهمید ایرانی هستیم، گفت خوش آمدید. فکر کنم دماغم اون که هر کی میبینه میگه خودشه. Oh sure. Thank you sir. With hazelnut test. Hazelnut. اینو من امتحان کنم. موقعی باشم. کنم. خوبیما؟ همشو خورد. من خواستم یه ذره بهش بدم. اصلا alles gegessen? بالاخره نشستیم. خیلی مهربون بودن. فکر کنم رفتیم تو پاچمون تا ته. 55 لیر واسه چایی چیزی نیست به خدا. It's okay. جینا میگه که من دوست دارم اینو امتحان کنم. میلچ رایس مثل چیزه، چی بهش میگن؟ شیر برنج ترکی. ولی نه بابا میخوام باقلوا بزنیم. شیر برنج چیه؟ همون باقلوا رو بزنیم دیگه. نه نظر شما چیه بچه‌ها؟ ادای این چیزا رو در بیاریم اینفلوئنسر رو زیر کامنت ها بنویسید شما نظرتون چیه. آقا خیلی کلاسیک میریم تو کار باقلوا دیگه. 1000 تا چیز هست ولی من دیگه حال واسه شدم. برن نشون بدم چه چیزایی وجود داره. جالبش اینه قیمت ها رو نمیزنن لامصبا. من خیلی قیمت کردم. فکر نکنین که ما بیچاره ایم یا بدبختی، ولی خب آدم باید دقت کنه دیگه. نمیدونم والا یه جاش قیمت ها رو زده یه جاش قیمت ها رو نزده. با خداست. به هر حال خوشمزه است. این هم اسم مغازه است. Thank you sir. 4 piece, right? Delicious. Welcome. Where are you from? I live in Germany, but I'm from Iran. 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 خوش آمدی. سلام. مرسی. متشکرم. Thank you. اگه میشه این دیزاین رو نشون بدی؟ خب این چیه مثلا که میخوام نشون بدم؟ خدای من متحول شدم. اینا چیه بچه؟ اینا رو بهمون داد؟ توش چیزه گابلون مثلا توش قاشق چنگال از اون جلل خاله. wieso das ist doch gehört doch dazu دیگه. اینو ول کرده میذاره اونجا جزء عکسه با کلاسه بابا. اینا رو خیلی تازه درست کردن گرم هنوز بچه. Also essen muss ich es jetzt nicht nochmal. جا تو خالی بچه. فردا روز آخره حتما با هم باشیم. میریم بازار و میریم قسمت آسیایی استانبول. تا فردا خداحافظ. سلام و صبح بخیر بچه‌ها. روز سوم و روز آخر رو داریم. اومدیم صبحونه بخوریم. یه صبحونه ترکی خفن رو داریم اینجا. من نمیدونستم بچه‌ها حتی فرایز میگیرن. ترکا موقع صبحونه حتی فرایز میخورن. جالبه. نون خامه‌ای رو اینجا داریم. عسل با خامه رو داریم. حالت نوتلا مانند، شکلات، زیتون، سوجوک. متاسفانه شهید تخم مرغ که رفت. سریع خوردیمش. اینجا حالت رب گوجه مانند، ولی خب رب گوجه که نیست، یعنی گوجه مانند. مربا داریم. احتمالاً مربای هویج و مربای توت فرنگی. فرایز، برک داریم، پنیر زرد و پنیر سفید. یه سالاد و از این نونای کوچولو. خب بچه‌ها صبحونه رو خوردیم. چه جاییه بچه‌ها؟ نمیدونم حالا میبینید آبو پشت سرم یا نه. جینا داره نگاه میکنه کدوم بازار بریم، ولی یه بازار خیلی بزرگی که مین بازارشونه اونجا قراره بریم. با ما همراه باشید. یه نکته خیلی مهمه، میخوام راجع به فری یا همون کشتی که میریم به اون سمت بهتون بگم که چجوری افرادی که از اروپا میان باید پرداخت کنن و افرادی که از آسیا یا ایران میان چجوری باید پرداخت کنن. خیلی مهمه بچه، اونو دقت کنید بهش. همراه باشید. واسه عزیزانی که توی استانبول هستن، دو نوع راه داری که میخوای سوار اتوبوس و از این کشتی ها بشی. یا استانبول کارت میگیریم، خیلی ارزان‌تره، تقریبا نصف قیمته، یا مثل ما با کریدیت کارت میدیم. کسایی که کریدیت کارت ندارن حتما استانبول کارت بگیرن، و اگر کریدیت کارت داری که حالا اگه میخوای پول زیاد خرج نکنی حتما استانبول کارت رو بگیرید بچه‌ها. آقا تو دل زمستون چه شانسی آوردیم واسه هوا. اصلا خیلی هوا خوبه بچه‌ها. همونجور که بهتون گفتم بچه‌ها
اینجا اگر استانبول کارت نداشته باشین میتونین با کریدیت کارتتون بزنین روش، تاچ هم هست، میتونین وارد بشین. واسه کسایی که کریدیت کارت دارن و استانبول کارت ندارن تقریبا حدود 70 لیر میشه و اگه استانبول کارت داشته باشی که هیچی، خیلی ارزون تر میشه. حدود 20 دقیقه فکر کنم توی راه باشیم با استاپ هایی که وسطش داریم. امروز واقعا همونجوری که گفتم هوای فوق العاده یه بچه‌ها. چینا هم داره حال میکنه از آفتاب. بالاخره رسیدیم به قسمت آسیایی استانبول. یه قشنگ حس میکنه آدم که به سمت آسیایی استانبول اومده. ماشینا، نمیدونم لباس ها حتی و کیفیت خیابون ها و پیاده روها یکم تغییر میکنه و ساختمون ها هم یکم قدیمی تر میشن بچه ها. مشتاقم ببینم غذای این بر چه جوریه. آیا بیشتر مزه یا ترکیه رو میده یا اونوری که ما بودیم. مثل اینکه قسمت آسیایی استانبول خیلی شلوغ‌تر از اروپاییشه. آقا باورتون نمیشه چی شد. داشتیم همینجوری میرفتیم بعد یه دختر پسر ترک رو دیدیم، گفتیم آقا انگلیسی بلد دیگه باره. این بازاری که میگن اینجا کجاست؟ ما همینجوری میریم بهش نمیرسیم. گفت بازار کجا بود برادر من؟ گفت ما اینجا زندگی میکنیم ولی تا حالا تو زندگیمون بازار ندیدیم. گفتم مگه میشه؟ تا نگو ژینا خانم اشتباه کرده. باید برگردیم پیش کشتی‌ها، سوار بشیم بریم سمت اروپایی استانبول دوباره. اصلا سمت آسیایی استانبول نیست اون بازاری که ما می‌خواستیم بریم. باید برگردیم هیچی دیگه 20 دقیقه دوباره سوار کشتی بریم اونور، اونجا که دیروز بودیم. حتی ما دیدیمش یه بازار مصری دیدیم کنار یه مسجد خیلی بزرگ. گفتم عجیبه اینجا بازار مصریه. گفت آره حالا خوب که اونجا بوده یه بار. به هر حال باید بریم اونجا. خب بچه‌ها بازار اونوره، بازار مصری‌ها، ولی ما باید یه دقیقه اینجا بریم پول چنج کنیم که یکم پول داشته باشیم دستمون. شلوغ و باحاله. می‌بینی با چی استانبول حال میکنم؟ کسی اصلا کاری به کارت نداره وقتی فیلم میگیری. تو آلمان بخوای فیلم بگیری که توش بیفته دهنتو سرویس میکنه. میشه لطفاً پاکش کنین شما؟ Türkei 9000 Moschee und بچه‌های دوست جدید پیدا کردیم. ایشون هم آلمانی بلده، هم انگلیسی بلده، هم ترکی بلده. Sie können Sie Sprachen oder? Ja, ich bin auch arabisch. Now lernen auch Japaner. میگه 7 زبون بلده، میگه تازه ژاپنی هم دارم یاد میگیرم. واسمون توضیح داد، گفت بچه‌ها توی استانبول 3500 تا مسجد وجود داره. باورم نمیشه. 3500 تا بچه‌ها، شوخی بازی نیست. و اما رسیدیم به بازار زیبای مصری ها. میگه این مغازه اولی مغازه خودمه. میخواد اون نشون بدم. مرحبا. زعفران ایرانی آوردن. گفت از ایران میگیرم میارن اینجا. 1 گرم 370 ترکیش لیره، یعنی دقیقاً 1 گرمش میشه تقریباً 10 یورو. Ja. Und Citron und oh, ich habe vergessen diesen Namen. Essen. Kann ich jetzt? پوست فرنگیه بچه‌ها. اینا رو میکنن توی چای. اینا شیرینی‌های مختلفه بچه‌ها. مثل باقلوا ماننده ولی خب یکم فرق میکنه. اینا فکر کنم حلوای حلواسی. طحین الباسی. بعد از اینکه رفتیم بازار رو نشون دادیم، بعدا میایم اینجا یه خرید کوچیکی میکنیم. همش داشت با همون صحبت میکرد، بالاخره تموم شد صحبت داشت. گفتم بابا ولمون کن، بذار بریم یه خرید بکنیم، حالا بعدا برمیگردیم.
هی حرف میزنه. بچه‌های دوست جدید پیدا کردیم. عجب مغازه‌های خفنی بچه‌ها. خوشگل و نقلی. پول شد. بازار مصری استانبول چقدر خوشگله. ولی فکر کنم خودمون تو ایران بچه‌ها بهترین بازارهای اینجوری داشته باشیم. آره با. Iranian. German and Iranian. Oh, me too. I am from Tabriz. خوشبختم. ایرانی بلدی؟ No, I'm kidding. I'm from Turkey. Thank you buddy. I think you want to spend money, sir. الکی گفت اهل تبریز اما تبریز کجا بود؟ تبریزی نبود. بچه پر رو بهم میگه I think you want to spend money. یعنی فکر میکنم تو میخوای اینجا پول خرج کنی. یعنی چی این حرف یعنی چی؟ آخه حتی اگر مشتری هم باشم خب اینجوری بکنی میپرم اسکل. اینجا تهش رسیدیم سمت راست. باید اونور بریم ببینیم قسمت لباس هم داره اینجا فقط که غذا بود و وای شطرنجا رو ببینید بچه‌ها. من عاشق شطرنج همونجوری که دیروز بهتون گفتم. چقدر خوشگله. 12,000 ترکیش لیره میشه 315 یورو. 315 یورو فقط همین. ولی خب واقعا با کیفیت دیگه. گفت برید جلو سمت راست، برید بیرون از این بازار. اینجا فقط غذا و تغذیه و از این حرفا، ادویه است. اونجا میخوایم لباسا رو ببینیم. خب بچه اومدیم اینجا یه دقیقه واسه داداش جینای یکی از این کیف‌های لویی ویتون فیک میخواد. اینجا اتاقیه که واسه وسایل اصل، یعنی اصل که چه کنم چرم اصل میگه اینجاست. آوردمون این بالاها جایی که اصلا کسی زیاد نمیاد. یه زنگ بزنه به داداشش بگیرم کدوم از این کفشا رو دوست داره بگیره. خوشگله. خب بچه‌ها ما یه چونه بزنیم برمیگردیم. خب بچه‌ها بعد از 20 دقیقه چونه زدن 75 یورو گرفتیمش. 75 یورو واسه کیفه. تشکر ابی. بچه‌ها ما از این چیزا گرفتیم، از این جورابای نایک 12 تاشو گرفتیم. حس بزن چقدر؟ 250 لیره. 250 لیره میشه 10 یورو هم نمیشه، یعنی 8 یورو 7 یورو 12 تا دونه. عالیه عالی. همینا رو می‌خواستیم تو ایران تو آلمان بخریم. این چقدر میشد؟ مثلا باور نکردنی. عالی. عاشق ترکیه هم واسه همین کارا. چیه بابا نایک اصل میکنن تو پاچه آدم. سوالم اینه که آقا اینا چجوری با هم رقابت میکنن؟ چون همه یه چیز دارن واسه خوراکی، همه نوشیدنی و شیرینی های یه جوری دارن. میدونی چی میگم؟ جالبه که چجوری با هم رقابت میکنن. خب بچه‌ها این بود از ولاگ استانبول. ما فردا صبح دیگه برمیگردیم. امیدوارم که از ولاگ ما خوشتون اومده باشه. حتما اگر لایک و سابسکرایب نکردین لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارین اگر نظری دارین چجوری میتونم ویدیوهامو بهتر و بهتر کنم. تا دیداری بعد و ولاگ دیگر. بدرود.